امور مباح و مکروهات و مبطلات نماز. اولا، امور مباح در نماز: راه رفتن در نماز به سبب چیزی که رخ می‌دهد، به شرط اینکه از سمت قبله منحرف نشود، مانند باز کردن دری که رو به قبله است، حمل کردن کودکان در نماز، کشتن مار و عقرب در نماز، صورت خود را در نماز برگرداندن به خاطر نیاز، گریه کردن در نماز، برای مردان گفتن سبحان الله و برای زنان بر دست خود زدن، راه برای امام باز کردن، اشاره با انگشت یا دست برای جواب سلام دادن، پس کف دست خود را بر زمین و پشت آن را به طرف بالا می گیرد. اشاره کردن معنادار از طرف نمازگزار به خاطر نیازی که رخ می دهد. الحمدلله گفتن در جایی که لازم باشد. آب دهن و بلغم انداختن در سمت چپش. مانع از عبور اشخاص در بین نمازگزار شدن. دوما، مکروهات نماز: انسان در حالی که فکرش مشغول است یا با چیزی روبرو است که او را مشغول می کند، مانند حبس ادرار و مدفوع یا باد یا گرسنگی یا تشنگی، یا غذای لذیذی حاضر است یا به چیزی نگاه بکند که او را از نماز مشغول می کند، کارهای بیهوده و آن کاری است که با خشوع و آرامش در نماز مغایرت دارد، مثل حرکت بدون نیاز و مشغول شدن به ریش و لباس و دستمال و ساعت، شکستن و درهم کردن انگشت و مانند آن، رو برگرداندن در نماز بدون نیاز به شرط برنگرداندن بدن از طرف قبله، چون اگر بدن خود را از قبله برگرداند نمازش باطل است. دست به تهیگاه زدن، یعنی انسان دست خود را بر تهیگاه قرار دهد و آن باریکه‌ای وسط انسان در بالای سر سرین است، چون این کار از فعل یهود است. پوشاندن دهان و بینی در نماز، جمع کردن لباس و آستین و غیره، رنگ کردن مو و جمع و بافتن آن برای مردان، چون شبیه به کسی می شود که دستش را از پشت بسته اند، وقتی سجده کرد مویش با او سجده نمی کند. بلغم انداختن به سوی قبله یا در سمت راست نمازگزار، نگاه کردن به آسمان، بستن دو چشم مگر در صورت نیاز، دو بازو بر زمین گستردن در سجده. ثالثاً، مبطلات نماز: انجام دادن چیزی که مغایر با شرطی از شروط صحت نماز باشد، مانند رخ دادن چیزی که وضو را باطل می کند، یا به طور عمد عورت خود را بیرون کردن، یا با تمام بدن خود از قبله برگشت و چرخید، یا نیت خود را قطع کرد، به عمد رکن یا واجبی از نماز را ترک کردن، انجام دادن کار اضافی در نماز اگر از جنس نماز نباشد و در غیر ضرورت باشد، مانند راه رفتن و حرکت زیادی، خنده و قهقه زدن، از قصد سخن گفتن، از قصد و عمد خوردن و نوشیدن، از قصد یک رکعت یا یک رکن را اضافه نمودن، به صورت عمدی زودتر از امام سلام دادن.